سلام، به درس نهم از دوره آموزشی داوینچی ریزالو خوش اومدین. تو این درس و درس بعدی مفصلا راجع به کات پیج صحبت میکنیم. یه پیجی که کمتر شناخته شده، همه سرسری از بغلش رد میشن و میگن که کات پیج ادیتور اصلی داوینچی ریزالو نیست. تا حدودی هم درست میگن، منتها مشکل اصلی اینه که خیلی کات پیج رو درکش نمیکنن درست. اگه کات پیج رو درست درک بکنی، بفهمی چجوری کار میکنه، خیلی سریع میتونی خیلی از پروژه‌هات رو حتی تو کات پیج از 0 تا 100 رو جمع بکنی و خیلی سریعتر از ادیت پیج این کار رو انجام بدی. تو این درس مفصل راجع به کات پیج صحبت میکنیم. درس هم طوری طراحی شده که از 0 تا 100 یه پیج رو بهت آموزش میده، یعنی کات پیج رو درسش رو تمام بکنی میتونی کامل یه پروژه رو توی کات پیج ادیت بکنیم. بدون معطلی بریم سراغ کارمون. برای وارد شدن به کات پیج شورتکات کیش هست شیفت و 3، یا روی خود کات پیج کلیک میکنیم. این محیط کات پیج جاییه که بیشتر آدما رو گیج میکنه. من این اینسپکتورم ببندم. اولین چیزی که توجه آدمو جلب میکنه این داشتن 2 تا تایملاینه که وقتی ویدیو رو پلی میکنی، تایملاین پایینی پلی هدش ثابته، تایملاین بالایی شروع میکنه به حرکت کردن. این تایملاین بالایی تو آموزش اولی، تو درس اولیه هم گفتم که فرض کن این نقشه جهانه، تایملاین پایینی جاییه که با ذره‌بین گرفتی و داری اون کشور رو با دقت نگاه میکنی. نسخه زوم شده تایملاین بالاییه. تایملاین بالایی اگه 10 تا کلیپ داشتی، یه دونه کلیپ داشته باشی، کلشو نشون میده. اگه 5000 تا کلیپ هم داشته باشی، هر 5000 تا رو بهت نشون میده. یعنی همیشه توی تایملاین بالایی این اول تایملاینته و این آخر تایملاینته. حالا اگه دوست نداری این پلی هد ثابت باشه و تایملاین زیرش حرکت بکنه، میتونی بیای از طریق این گزینه فیکس پلی هد رو برداری و این پلی هد هم مثل پلی هد معمولی شروع میکنه به حرکت کردن و همونجوری هم رفتار میکنه. میتونی بگیری بکشی و جابجاش بکنی. منتها این که وقتی من پلی میکنم 2 تا پلی هد دارن حرکت میکنن، برای من شخصا گیج کننده است و من ترجیح میدم که این فیکس پلی هد رو روشن نگه دارم. حالا این تایملاین بالایی یه مزیت خیلی بزرگی داره. ببین تو ادیت پیج اکثر وقتها، تو اکثر برنامه‌های ادیت اینطوریه. شما مثلا میخوای این منطقه یه کاری انجام بدی، شروع میکنی به زوم کردن. اینجا کارتو انجام میدی، زوم میکنی دقیق، مثلا تریمتو انجام میدی، کارتو انجام میدی، دوباره زوم بک میکنی. حالا میخوای بیای این ته، موستو میاری اینجا، دوباره زوم میکنی و ادیتتو انجام میدی. تو کات پیج این کارو لازم نیست بکنی. یه نسخه زوم داری، یه نسخه کامل داری. من اگه بخوام اول تایملاینم یه کاری انجام بدم، اینو میارم اینجا، شروع میکنم کارامو انجام دادم، ادیتمو انجام دادم. آخر تایملاین بخوام کار بکنم، اینو میارم اینجا و میتونم به سرعت این کارو انجام بدم. این یه مزیت خیلی بزرگیه که تایملاین، 2 تا تایملاین داشتن کات پیج به کاربر میده. خب ما این بالا مدیا پول داریم که تو درس مدیا کامل راجع به صحبت کردیم. منتها تو این درس من دوباره از اول میگم که چجوری میشه مدیا وارد کات پیج کرد. یه کمی با مدیا پیج و ادیت پیج فرق میکنه، اونم به خاطر نداشتن این پنل کناری. ببینید توی مدیا پیج شما این بغل مدیا پول یه پنل دارید که به همه فولدراتون دسترسی دارید. توی ادیت پیج هم همینو دارید. تو ادیت پیج هم من میتونم این پنل رو خاموش و روشن بکنم و به همه فولدرام، به همه بینام دسترسی داشته باشم. منتها تو کات پیج اینو نداره. وقتی که روی این کلیک میکنی، فولدراتو به صورت منو بهت نشون میده که میتونی روشون کلیک بکنی و وارد هر بینی بشی. مثل مدیا پیج هم مدل های مختلف نمایش داره. میتونی به صورت کارت ویو ببینی که متادیتاهاتو بهت نشون بده، تامنیل ببینی، به صورت فیلم استریپ ببینی که هر کلیپ رو به صورت یه استریپ اینجوری بهت نشون میده و میتونی با حرکت موس بینشون یه پریویو کوچولو ازش ببینی و به صورت لیست ویو هم میتونی ببینی که اینا رو قبلا راجع بهشون صحبت کردیم. خب اینور ما ویور
کات پیج رو داریم. کات پیج برخلاف خیلی از برنامه‌های ادیت و حتی ادیت پیج یه دونه ویور داره و خودش اتوماتیک تشخیص میده که شما الان من وقتی که توی تایملاین شروع میکنم به پلی کردن اینو تبدیل میکنه به ویور تایملاین و وقتی که میخوام یه سورسی رو نگاه بکنم تبدیلش میکنه به سورس. این بالا به شما نشون میده الان این سورس کلیپ دارم به شما نشون میدم یا تایملاینه. با دکمه Q روی کیبوردتون میتونید اینو سویچ بکنید. Q رو که بزنید میره روی تایملاین، دوباره بزنید میره روی سورس مانیتور. توی درس کیبورد شورتکات من دکمه Q رو تنظیم کردم روی شورتکات دیگه. اگه اونو فالو کردید یعنی از شورتکات های من داری استفاده میکنی، من این تبدیل رو گذاشتم روی پیج آپ. پیج آپ رو که میزنم اینا عوض میشن. ولی به صورت پیشفرض این چیزای این زیرنویسایی هم که پایین صفحه براتون مینویسم زیرنویسای پیشفرض خود داوینچی ریزالوه. پس میتونید اینجوری هم تغییرشون بدید. یه مود دیگه داره به اسم سورس تیپ که تو ادامه درس حتما راجع به سورس تیپ صحبت میکنیم. خیلی مود قدرتمندیه و یکی از دلایلی که من خودم از کات پیج خیلی وقتا استفاده میکنم. حالا میایم یه پروژه جدید درست میکنیم، مدیا وارد میکنیم، میاریم رو تایملاین جدید درست میکنیم و شروع میکنیم به کار کردن با کات پیج. برای درست کردن یه پروژه جدید میام روی این هوم کلیک میکنم، نیو پروژکت، اسمشو میذارم لسن نو، پروژم ایجاد میشه. خب توی کات پیج اگه من بخوام مدیا وارد بکنم، همونطوری که تو درسای دیگه گفتم، من میتونم این فولدر مدیامو درسته بگیرم بندازم توی کات پیج که همه رو میریزه این کف، هیچ فولدری هم نداره، همش توی مستره که ما اینو نمیخوایم. اینجا هم یه دونه ایمپورت مدیا داره که من میتونم ایمپورت مدیا رو بزنم همه رو وارد بکنم. اینجا یه دونه بین جدید درست بکنم، مثلا بزنم behind the scene، همه رو انتخاب بکنم و بندازم اینجا که برای من فولدر بندی بکنه. یا اینکه اینم پاک کنم، اینجا یه دونه گزینه ایمپورت مدیا فولدر داره که من اگه مدیا فولدر رو بزنم میتونم اینجا سلکت فولدر کنم و کل فولدرها رو با ساب فولدرها همه رو برای من وارد میکنه. اینم روش وارد کردن فایل توی کات پیج. خب حالا بیایم فوتیجمون رو یه نگاه بکنیم ببینیم چی داریم. مثلا بیایم توی بیهایند سین. اولین چیزی که جلب توجه میکنه اینه که من اگه 2 بار کلیک بکنم تو درس مدیا پیجم راجع به این صحبت کردم. الان تصویر فشرده شده و اسپکت ریشیو تصویر مشکل داره. اگه راجع به اسپکت ریشیو اطلاعات نداری، نمیدونی چیه، اسپکت ریشیو موضوع خیلی مهمیه که هر ادیتوری باید راجبش بدونه. من یک ویدیو کامل 20 دقیقه نیم ساعت راجع به اسپکت ریشیو توضیح دادم چیه و چه جوری میتونی ازش استفاده بکنی. لینکش رو این بالا میذارم، تو دیسکریپشن هم میذارم، میتونی ببینی و استفاده بکنی. الان این کلیپ هایی که ما اینجا داریم اسپکت ریشیوشون مشکل داره. تو درس مدیا پیجم گفتم چه جوری اینو حل بکنیم. همه کلیپ ها رو انتخاب میکنیم چون همشون همین مشکل رو دارن و با یه دوربین ضبط شدن. کلیپ ها رو همه رو انتخاب میکنم، دکمه راست رو میزنم، میام توی کلیپ اتریبیوتس. اینجا من میدونم اسپکت ریشیو این 1:33 که داوینچی به صورت اشتباه داره اسکوئر میشناسه. من روی اسپکت ریشیو کلیک میکنم و 1:33 رو میزنم، پیکسل اسپکت ریشیو، اوکی میزنم، اسپکت ریشیو این کلیپ هم درست میشن. من هدفونم بذارم که همزمان با شما بتونم گوش بدم. خب حالا برگردیم توی مصاحبه هم. این مصاحبه ها وقتی که پلی میکنی ببین خیلی گروه مثلا میتونم بگم شاید 35 نفر. 2 تا مشکل داره. اول اینکه این تصویر خیلی خام و بیرنگ و بیروحه. علتش هم اینه که این تصویر به صورت لاگ ضبط شده. به صورت لاگ یه فرمتیه که فیلم دوربینای حرفه‌ای با این فرمت ذخیره میکنن. تصویر رو خیلی خام و تخت و بیرنگ نشون میده. منتها وقتی که میخواد اصلاح رنگ بشه دست اون کالریست رو به شدت باز میذاره برای اینکه اطلاعات خیلی زیادی از فایل رو تو خودش نگه میداره. یه مزیت داره یه بدی داره. مزیتش اینه که خب
توی اصلاح رنگ تقریبا همه کار میتونی باش بکنی. دامنه رنگی خیلی زیادی داره. سفیدا توی فوتیجای لاگ کمتر میسوزه، سیاها کمتر آندر میشه و اطلاعات کافی برای اصلاح رنگش وجود داره. بعدیش هم اینه که حتما باید اصلاح رنگ بشه، چون این تصویر الان قابل استفاده نیست. حالا این بنده خودش رو اینجوری قیافش، این تصویر قابل استفاده نیست، حتما باید اصلاح رنگ بشه. یه فیلتری بهتون آخر این درس یاد میدم که چجوری میشه از طریق فیلتر این تصویر لاگو تبدیل کرد به تصویر معمولی ریک 709. منتها توی درس اصلاح رنگ کامل راجع به اصلاح رنگ فایل های لاگ ما هم دیگه صحبت میکنیم. خب مشکل دومی که این تصویر داره اینه که صدا از باند 1 فقط داره پخش میشه. توجه کن الان به میتر، یعنی واقعا من که اومدم گفتن که اوکی شروع کردیم پیش. این میتر فقط داره کانال 1 میتر میزنه و کانال 2 خالیه. همیشه این یادت باشه، کانال 1 یعنی باند لفت، باند چپ، کانال 2 باند راسته. این تو دنیای دیجیتال این قانون وجود داره. ما الان فقط کانال لفتمون داره میزنه و اگه اینو بیاریم رو تایملاین، کل تایملاینمون این تمام این مصاحبه اینجوریه. اینطوری فکر کنید این چیزیه که من پام بهش گیر کرد. حالا اینو چجوری اصلاح بکنیم؟ همونجوری همه رو انتخاب میکنم، میام تو کلیپ اتریبیوت، گفتم میام توی آدیو، اینجا کانالای آدیومون رو به اون نشون میده، میگه فرمتش استریوه، فایلش هم استریوه. باند لفتو داره از آدیو چنل 1 میخونه، باند رایتو داره از آدیو چنل 2 میخونه. من میتونم اینو تنظیم بکنم، بگم باند راستم از چنل 1 بخون. اوکی میکنم. حالا وقتی پلی میکنم من پام گیر کرد و میبینید دوتا میتر با هم دیگه داره میزنه و همشون اینجوری اصلاح شدن. داشتیم مشغول این خب حالا کار دیگه ای که من دوست دارم انجام بدم قبل از این که تایملاین بسازم و پروژم رو شروع بکنم اینه که فولدرهای مختلف فوتیجم رو کالر کد میکنم، رنگ کلیپ ها رو تغییر میدم. بذار مثال بزنم. ببین مثلا من الان این دو سه تا این مصاحبه ها رو برم دارم میارم پایین، یه تایملاینی درست میکنم. ببین اینا آبیان، 3 تا مصاحبه من آوردم، اینا آبیان. اوکی. بعد میام مثلا یه 2 تا هم پشت صحنه، 2-3 تا هم پشت صحنه میارم میذارم ته تایملاینم، اینا هم آبیان. یا مثلا چند تا تیکه از خود فیلم برم دارم میارم میذارم این وسط، اینا هم آبیان. یعنی من با نگاه کردم به تایملاین نمیتونم متوجه بشم که چه کانتنتی دارم استفاده میکنم. برای همین ترجیح میدم که چه تو ادیت پیج چه توی کات پیج، موقعی که چند تا کانتنت مختلف دارم، اینسرت دارم، ای رول دارم، بی رول دارم، ترجیح میدم که رنگ اینا رو تغییر بدم. خب من اینا رو کنترل زد بکنم، تایملاین رو نداشته باشیم. خب خود مصاحبه رو میذارم همین رنگ آبی پیشفرزش بمونه. پشت صحنه ها رو میارم میذارم مثلا، میام تو کلیپ کالر میگم گرین باشن. این بغلشون اگه دقت بکنی یه دونه آیکون گرین میاره. آرشیوامو انتخاب میکنم، ببینیم چی داریم. مثلا میذارم وایلت باشه، همشون کالر کداش مشخص میشه. و مثلا صحنه‌های خود فیلمو اینجا میذارم تن باشه و یه دونه تریلر هم داریم میذارم مثلا اورنج باشه دیگه. اینجا یه سری اوورلی هم داریم، اینا افکت، چون افکتیون یه همچین چیزیه. اینا رو دوست دارم که روشن باشه کاملا بدونم، مثلا میذارم یلو. یه دونه دیگه هم داریم ترانزیشن، ایناست، اینا رو هم میذارم یلو که روی تایملاین دقیقا بفهمم که کجا از اینا استفاده کردم. خب این رنگامون رو درست کردیم، کالر کدامون هم گذاشتیم. حالا میخوایم یه تایملاین جدید درست کنیم. توی درس تنظیمات داوینچی ریزالو توضیح دادم که قبل از این که یه پروژه رو شروع بکنی یه فاکتور خیلی مهم هست که حتما باید تنظیم بکنی. اونم اینه که بیای تو پروژکت ستینگ
و فریم ریت پروژه رو تعریف بکنی. چون به محض اینکه یه کلیپی وارد تایملاین کنی، تایملاینی درست بکنی، این فریم ریت لاک میشه و دیگه نمیتونی تغییرش بدی. راه حل داره، الان راه حلش هم بهت میگم. منتها بهترین تمرین اینه که همیشه پروژه تو فریم ریتش رو قبل از اینکه شروعش بکنی ست بکنی. ما میخوایم پروژه‌مون 25 فریم بر ثانیه باشه، اینو میذارم روی 25 و سیو رو میزنم. برای درست کردن تایملاین دو تا روش وجود داره. یکی این که من مثلا یه فوتیج همجوری که الان باز کردم، یه فوتیج رو بگیرم بندازم این فضای خالی، خودش یه تایملاین درست میکنه، به صورت پیشفرضم میاره توی بین مستر میندازه. تایملاینی که درست میکنه رو میذاره رو بین مستر. اینم میتونی رینیمش بکنی اینجا. ولی روشی که من دوست دارم، بذار اینو پاک کنم، روشی که من دوست دارم تایملاین درست کنم اینه که کنترل دکمه راست رو میزنم یه جای خالی یا کنترل ان، رایت کلیک میکنم، اینجا اسم میدم، مثلا میزنم اینتر ویو 1 و میگه چند تا ترک میخوای، یه دونه آدیو ترک، یه دونه ویدیو ترک، استودیو هم باشه، خروجیم خالی هم باشه و کرییت رو میزنم که اینجا برای من تایملاین رو درست میکنم. و تایملاینی هم که بازه اینجا جلوش یه تیکی میخوره. حالا گفتم چجوری میشه یه تایملاین با یه فریم ریت دیگه یا یک سایز دیگه درست کرد. مثلا شما الان این ویدیو رو داری، این پروژه رو داری، این پروژه عریضه، لندسکیپ، میخوای یه نسخه لندسکیپ داشته باشی برای یوتیوب، یه نسخه هم میخوای عمودی داشته باشی مثلا برای اینستاگرام. منتها الان من اگه بیام توی پروژکت ستینگ اینو تنظیماتش رو تغییر بدم، این یکی هم تغییر میکنه. حالا چجوری من میتونم دو مدل تایملاین داشته باشم؟ توی همون کرییت نیو تایملاین که میزنیم، من اگه این یوز پروژکت ستینگ رو، یعنی بهش بگم از پروژکت ستینگ هم استفاده نکن، اینو تیکشو بردارم، حالا از من تنظیمات میخواد. میگه که با چه رزولوشنی میخوای باشه، با چه فریم ریتی میخوای باشه. تا ریزالو 7.1 7.5 به قبل شما نمیتونستی دیگه فریم ریت رو اصلا عوض بکنی. همون اول که تنظیم کردی دیگه تنظیم کردی، امکان نداشت بتونی یه تایملاین دیگه درست بکنی. منتها تو ورژن‌های اخیر این بخش رو اضافه کرده و میتونی تو یه پروژه داشته باشی با چند تا فریم ریت مختلف تو تایملاین مختلف. اینجا رزولوشنش هم من میتونم بگم ورتیکال باشه، عمودی میخوام باشه. حالا کرییت رو که بزنم، تایملاین 2 نگاه میکنی میبینی این ورتیکاله و تایملاین یکم هوریزونتاله به صورت لندسکیپ. الان ببین این تایملاین هم فعاله، تیکش روی اینه. اینو پاک میکنم و این تایملاین فعال میشه. خب برای اینکه فایل رو وارد تایملاین بکنیم، من میتونم بیام توی فوتیجام، مثلا توی یه تیکه از فیلم، مثلا یه تیکه از فیلم میتونم اینو بگیرم و بیارم بندازم روی تایملاین که اون کلیپ رو درسته از اول تا آخر برای من میاره رو تایملاین و میتونم پلی بکنم و ببینم و ازش استفاده بکنم. یا اینکه یه روش دیگه هم هست، من 2 بار کلیک بکنم روی این کلیپم و اینجا یه پیشنمایشی ازش ببینم، بگم مثلا از اینجا بهش مارک این بدم، بگم آی، دکمه آی رو میزنم برای مارک این. ببین اینجا به من مارک این میده، پلی میکنم تا اینجا او رو میزنم و مارک اوت بهش میدم. حالا من اگه بخوام اینو دقیق تنظیم بکنم که چند فریم عقب‌تر چند فریم جلوتر، میتونم با دکمه‌های چپ و راست فریم عقب و جلو برم. میتونم هم روی همین مارک اوت کلیک کنم، نگه دارم و اینجا به من به صورت فریم دقیقاً نشون میده که میخوام قبل از این کات باشه، دقیق نشون میده و میتونم دقیق انتخاب میکنم. با استفاده از این 2 تا بیلبلک، این اول و این آخرم، همین کار رو میتونی انجام بدی که خیلی فریم بتونی جابجا کنی. برای آوردن
ویدیو هم روی تایملاین میتونی بگیری بکشی پایین، دقیقاً از همون جایی که انتخاب کردی برات وارد تایملاین میکنه. حالا بیایم توی مصاحبه هامون مثلا اینو پلی میکنیم، یکی اینا رو باز میکنیم. حالا داوینچی یه ابزاری هم بهت میده به اسم جاگینگ که با ترکیب دکمه های J، K و L، این سه تا دکمه‌ای که کنار همدیگه روی کیبوردت هستن میتونی جاگ بکنی. دکمه L یک بار که میزنی شروع میکنه پلی کردن به سمت جلو، دکمه K پوز میکنه، دکمه J پلی میکنه به سمت عقب. هر کدوم از این کلیدها رو چند بار که تکرار بکنی سرعت پلی کردن رو زیاد میکنه. مثلا من دکمه L رو یه بار میزنم، خلاصه چی رفتیم توی همون یه بار دیگه میزنم. اینجا ببین یه دونه ضرب در 2 به من نشون میده، 2x داره نشون میده 2 برابر. یه بار دیگه میزنم 4x، 8x، 16x، 32x و با k میتونم پوز کنم. همین اتفاق برای دکمه J هم میفته، 2 برابر برعکس، 4 برابر، 8 برابر و به این صورت میتونم اصطلاحاً جاگ بکنم. توی ورژن‌های اخیر فکر میکنم از 18.3 به این ور داوینچی ریزالو این جاگ ویل رو اینجا اضافه کرده که اگر موس رو نگه داری و شروع کنی به کشیدن بر اساس سرعت موس تو این حرکت میکنه. مثلا الان فریم اسلو موشن میتونی حرکت بکنی، میتونم سرعت موس رو زیاد بکنم و با سرعت زیاد عقب و جلو بکنم. از این جاگ ویل هم میتونی استفاده کنی و همیشه هم یادت باشه از دکمه چپ و راست روی کیبوردت میتونی برای جابجا شدن فریم استفاده بکنی. خیلی خب، بیایم حالا یه تیکه از اینو بیاریم رو تایملاینمون. خلاصه اینجا دکمه آیو میزنم برای مارک این. خلاصه چی رفتیم توی همون روستا توریستیه که میگم یک جایی رو گرفته بودن که مثل از این سویت کلبه هایی که مثلا سویت درست کرده بودن توی یک جای که باحال بود. دوبار دکمه الو زدم با سرعت داره میره. صمیمی شده ببینن اتوبوسای باحال گرفتن، با اون میرفتیم مثلا تا لوکیشن رو برمیگشتیم، حتی از آنتالیا تا اونجا 1 ساعت و نیم راه بود، با هم اتوبوس رفته بودن. خلاصه خیلی باحال بود. اولین روز فیلم مثلا تا اینجا او میزنم و حالا من به جای اینکه اینو بیارم روی این تایملاین پایین رها کنم میتونم بیام اینجا روی تایملاین بالایی کار کنم. این تایملاین بالایی فقط برای نمایش دادن نیست، تو میتونی کاتا رو جابجا بکنی، میتونی کلیپا رو اینجا جابجا بکنی و واقعا اینجا یه سری کارا رو انجام بدی، فقط برای نمایش دادن نیست. خیلی خوب، این کلیپ رو آوردیم. حالا بیایم توی مثلا توی آرشیو اینجا رو گوش بدیم ببینیم چی میگه. چی رفتیم توی همون روستا توریستیه که میگم یک روستا توریستیه. ببینیم اینجا مثلا این راجع به این داره حرف میزنه. از اینجا آی میدم، اینجا کمپمونه، خیلی جاتون خالیه. مثلا تا اینجایی که این وجود داره. خب حالا چند تا روش مختلف برای وارد کردن این فایل به تایملاین وجود داره. اولیش اینه که من میام اونجایی که میخوام این فایل وارد بشه، مثلا میخوام قبل از این باشه، میتونم اینجا یه دونه دکمه اینسرت داریم که شورتکاتش هست F9. من اگه F9 رو بزنم دقت کن چه اتفاقی میفته. کلیپ رو وارد میکنه، بقیه کلیپ هایی که جلوشن همه رو هول میده میبره جلو. من کنترل زد میکنم، دوباره F9 رو میزنم، نگاه کن ببین اینو هول میده میره جلوتر، یا این پایین بهتر مشخصه، اینو هول میده میره جلوتر. پس این کار اینسرته. یه دونه اپند داریم. اپند کاری نداره که پلی هد تو کجاست. وقتی اپند رو میزنی میره ته تایملاین اضافه میکنه که شورتکاتش هست شیفت و F12.
که تو درس شورتکات ها من تنظیم کردم که این اپند روی دکمه پی باشه، چون تو طول درس بهت میگم من دوست دارم که آی و او پی بغل هم باشه. این مارکینگ میدم، مارک اوت میدم، میره ته تایملاین و این سرعت کار منو خیلی زیاد میکنه. ولی دکمه پیشفرض اپند شیفت و F12 که اصلا کاری نداره پلی هد کجاست، میره ته تایملاین اضافه میکنم، میره ته ترکی که سلکت شده باشه، که حالا راجع به ترک های 2 و 3 و اینا صحبت میکنم. حالا یه دونه دکمه F10 هم داریم که اگر F10 رو بزنم دیگه بقیه رو هول نمیده، از اونجایی که هست کلیپ رو میذاره و کلیپ بعدی رو میبره. الان اینو من پلی کنم، مثل از این کلیپ رو بریده. یه دونم ریپل اووررایت داره که زمانی که من ریپل اووررایت میکنم کلن اون کلیپی که وجود داره رو پاک میکنه تا هر جا میخواد باشه پاک میکنه، کلن اینو جاش میذاره. یه دونم گزینه پلیس آن تاپ داریم که شورتکاتش هست F12 که اون کلیپی که انتخاب کردی رو میاره روی یه ترک بالایی قرار میده. من الان پلیس آن تاپ رو بزنم میاره رو ترک بالایی قرار میده. یکی از روشایی که میتونی یه ترک جدید درست کنی هم همینه، میتونی بیاری بالا. و اگر یه کلیپ دیگه مثلا این تیکه رو من انتخاب میکنم، مثلا کل کلیپ رو بیارم بذارم روی یه ترک بالاتر، یه ترک سومی هم درست میشه. و هر کدوم از این ترک ها رو که داری کار میکنی روش، اگر بذار اینو پاک کنم، اینطور زد کنم، مثلا بیارمش مثلا جلوتر اینجا بذارم، و هر کدوم از این ترک ها رو که داری کار میکنی اگر انتخابش بکنی تمام این شورتکات ها و کلیدایی که اینجا هستن روی اون ترک کار میکنن. یعنی من اگه بیام اینجا یه دونه اینسرت بزنم، حالا اینسرت نه، یه دونه با F10 اپند کنم یا اپند رو بزنم، اصلا بذار بیام عقب‌تر، ببین آخر این ترک اینجاست. من یه دونه کلیپ انتخاب میکنم اینجا تا اینجا اوت میدم. و حالا یه نکته دیگه هم بهتون بگم، اینجا من میتونم انتخاب بکنم که ویدیو اونلی بیاد، آدیو اونلی بیاد، یا هیچ کدوم انتخاب نکنم جفتش با هم بیاد. من اگه صدای اینو نخوام میتونم ویدیو اونلی رو انتخاب بکنم و حالا اپندو بزنم بره تهش، ببین میاد اینجا اضافه میکنه، دیگه به تایملاین پایینی کاری نداره. حالا اینو یه کنترل زد بکنم. یه روش دیگه برای اینکه دقیق مثلا میخوای یه کلیپ رو بگیم من 3 ثانیه از این کلیپ رو میخوام، یه روش دقیق اینه که به صورت دستی تایم کد بدی. مثلا من از اینجا مارک این میدم با دکمه آی، بعد میام اینجا میگم به علاوه مثلا 3 ثانیه میخوایم 3 2 تا 0 که یعنی 3 ثانیه 0 فریم. وقتی این اینتر رو بزنم 3 ثانیه میاد برای من جلوتر که من میتونم اینجا بهش مارک اوت بدم، یا اینکه مثلا بزنم به اضافه 1 به جای 2 تا 0 یه دونه نقطه بزنم که اون نقطه کار 2 تا 0 رو میکنه، 1 ثانیه میاد جلوتر، من اوت رو میزنم و میزنم بره ته تایملاین. خب برای تریم کردن ویدیو توی کات پیج خیلی ساده است. تریم کلا یعنی کوتاه و بلند کردن یه ویدیو. شما مثلا میای اونجایی که میخواید تریم بکنی، میای اول کلیپ بعدی یا آخر کلیپ قبلی، شکل موست عوض میشه. یا اگه وسطش هم بیای میتونی از کلیپ قبلی کم کنی به کلیپ بعدی اضافه بکنی، یا من کلیپ قبلی رو بگیرم کوتاه‌تر کنم یا این یکی رو کوتاه‌تر بکنم. به همین راحتی میتونی تریم بکنی. و وقتی که روی هر کدوم از اینا کلیک میکنی، این بالا به تو یه زوم میکنه برات که بتونی با قدرت فریم بتونی جابجا بکنی. مثلا
دقیقا بگیم از 2 فریم میخوام کم بکنم، 3 فریم میخوام کم بکنم. این یه امکان خوبیه که کات پیج داره و تو ادیت پیج نیست و امیدوارم که داوین ریزالو اینو توی ادیت پیج هم بیاره، چون خیلی کار راه اندازه، این که زوم میشه و به راحتی میتونی تریم بکنی. حالا اگه دقت بکنی ببین توی ادیت پیج من اگه یه چیزی رو اینو بخوام کوتاه بکنم تریم بکنم، تریم میشه ولی جاش خالی میمونه، گپ درست میشه. تو کات پیج هم اگه نگاه بکنی این گپ اینجا اتفاق میفته. ببین به خاطر همینه میگم اینا همشون یه تایملاینن. من اونجا یه تغییر میدم اینجا هم اتفاق میفته، کنترل زد رو اینجا میکنم، این هم اینجا برمیگره هم اینجا، اینا جفتشون یه تایملاینن، محیط نمایشش فرق میکنه. خب ولی توی کات پیج وقتی من شروع میکنم به تریم کردن، بقیه کلیپ ها میاد میچسبه بهش. اصطلاحاً تایملاین مگنتیک داره و این رفتار رو میتونی عوض بکنی. میتونی اینجا با استفاده از این گزینه ریپل رو خاموش بکنی و اینم اجازه بهت میده که گپ درست بکنی. ولی کلا خاصیت کات پیج اینه که این کار تو خیلی سریعتر بکنه، نیازی نداشته باشه که هی گپ ها رو خودت پاک کنی. منتها این ریپل بودن فقط برای ترک یکه. مثلا من اگه بیام اینجا که 2 تا کلیپ دارم، یکی از اینا رو بخوام تریم بکنم، این دیگه ریپل نمیشه، فقط ترک یک این اتفاق براش میفته که این مزیت بزرگه. مثلا یه سری برنامه هستن که این مگنتیک تایملاین رو دارن، وقتی که تو یه ترک بالایی رو شروع میکنی بریدن، پایینی خودش کات میخوره میاد رو اون یکی میبند، اصلا یه بساطی میشه. ولی توی کات پیج فقط ترک یک ریپل آن داره. بیایم راجع به سورس تیپ صحبت بکنیم. گفتیم اینجا یه دونه سورس کلیپ داریم که برای پیشنمایش و پریویو، یه دونه تایملاین ویور داریم که برای نمایش تایملاینه، یه دونه هم سورس تیپ داریم. سورس تیپ دلیلیه که خیلی وقتا من میام تو کات پیج و از کات پیج استفاده میکنم. یک چیز شبیه پنکیک ادیتینگ که ما تو پریمیر داشتیم، من راجبش قبلا توضیح دادم که ویدیوهاتو همه رو میچینی توی یه تایملاین و به سرعت شروع میکنی انتخاب کردن و آوردن رو تایملاینت. سورس تیپ دقیقاً همین کارو برات انجام میده. الان ببین مثلا من سورس تیپ رو فعال کردم، تمام کلیپ هایی که توی این بین کنارش هست، فرقی هم نمیکنه که ویدیو باشه یا فولدر باشه. من الان بیام تو فوتیجام، اگه نگاه بکنی الان تمام کلیپ هایی که اینجا هست رو داره به صورت سورس تیپ به من نشون میده و من میتونم خیلی سریع همه کلیپ ها رو ببینم. حالا میام توی همون آرکایو خودمون و یک گزینه هم داره به اسم فست ریویو. من اینو که پلی کنم، اون پلان هایی که طولانی تره رو سریعتر پلی میکنه، پلان هایی که کوتاه تره رو آرومتر با یه سرعت متوسطی. به فقط میتونی بشینی نگاه بکنی ببینی چه راههایی داری و از چه میتونی استفاده بکنی. ولی الان من بخوام مثلا فایل انتخاب بکنم به روش سنتی، من باید دونه دونه روی این کلیک بکنم، بیام فایلمو انتخاب بکنم، این اوت، بعد وارد تایملاینم بکنم. ولی وقتی که توی سورس تیپ هستم، در ضمن اینم میگم ترتیبشون هم میتونی اینجا عوض بکنی. مثلا بگی بر اساس تایم کد مرتب بکنه، اینجا میبینی ترتیبشون عوض میشه. بر اساس مثلا اگه چند دوربین داشته باشی شماره کامرا، بر اساس کلیپ نیم و برعکس باشه، یا یعنی ترتیبش برعکس باشه یا معمولی باشه. خب حالا قدرتش کجاست؟ اینجا. من شروع میکنم پلی کردن، باز میرم جلو، میگم از اینجا میخوام تا اینجا، شیفت و F12 یا شورتکات خودم پی میاد رو ته تایملاین. دوباره پلی میکنم، میرم جلو یا میرم کلیپ بعدی، مثلا از اینجا تا اینجا پی ته تایملاین. کلیپ بعدی اینجا چیزی نمیخوام، اینو که آوردیم، مثلا اینو اینجا میخوام تا اینجا.
میارم رو تایملاین. به این سرعت من میتونم تایملاینمو اسمبل بکنم و روی هر کلیپی هم که میام اینو تو مدیا پول برام هایلایت میکنه که بدونم رو کدوم کلیپ دارم کار میکنم. الان میام کلیپ بعدی، اینو برام هایلایت میکنه، بیام اینجا میدونم که این کلیپو دارم روش کار میکنم. خب اینم از درس امروز، بخش اولیه کات پیج بود. تو درس بعدی میریم سراغ یه سری ترفنده و نکته هایی که کات پیج داره و بهتر میتونی ازش استفاده بکنیم. امیدوارم از این درس استفاده کرده باشی. تا درس بعد.